میگویند در آخر روز جمعه دعا کنی زود قبول می شود. آخرش کدام وقت است؟ یعنی در روز جمعه گفته است در آخر وقتش اگر دعا کنی دعات قبول می شود. آیا همین گفته است یگان مقصد اصل دارد؟ ما حدیث داریم برادران. امام ابو هریره میارد، میگه ان رسول الله ذکر یوم الجمعه، روز جمعه را میگه حضرت یاد کرد و گفت فیه ساعت لا یوافقها عبد مسلم و هو قائم یصلی یسأل الله شیئا الا اعطاه ایاه و اشار بیده یقللوها. این حدیث بخاری و مسلمه. پیامبر در همین جای ساعت هم یاد کرده، در روز جمعه یک ساعتی است که مقصد هیچ عملی بنده به او ساعت برابر نمی شود. در همون ساعت مقصد الله را زاره و خواهش کنین، خداوند دعاتون قبول میکنه. حضرت ابی برده ابن ابی موسی اشعری، این حدیث مسلمه، گفت عبدالله ابن عمر، ای نام بچه حضرت عمر، آیا شنیدی پدرت را من چه بگم که از پیامبر گرامی در ساعت همون روز جمعه گپ میزد؟ بچه حضرت عمر یک کس پرسید، بچه بگیم ابی برده، بچه ابی موسی اشعری پرسیدش که پدر یگان بار نگفت است که از پیغمبر شنیدگی داره که همون ساعتی که پیامبر گفت دعا کنی کدام وقت است؟ قلت نعم، گفت بله من شنیدم. خب سمعت رسول الله یقول هی ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى صلات. گفت من از پدرم شنیدم که گفت پیغمبر گفته است که همون وقتی که ساعت قبول دعا هست، همون گفته است وقتی که امام در منبر میشینه، حالت خطبه در میشینه، تا تمام شدن این نماز مقصد شما دعا کنین. گفته است تا نماز جمعه را بچیدن، گفته است همینجا دعاتون قبول میشه. اینجا در من شرح ها را نگاه کردم، تا نماز عصر را میگم برادر عزیز، میگن که بین جمعه تا عصره، بعضی گفتن بین عصر تا شامه. خلاص آورده به این که همین روز گفتن همین روز جمعه که در آمد تا برآمدنش مقصد در هر ساعتش دعا کنین، انشاءالله همه ساعتش خیر خوبه. میگویم بعد از خانه‌داری کردن به بیرون برای ستاره ها و زمین و آسمان به لرزه می آید. آیا این درست است یا نه؟ نه که مقصد یک آدم خانه‌داری کرده بیرون برآمد، همون ستاره ها و آفتاب و ماهتاب و همه چیز مقصد از حساب یک بگیم یعنی بدن ناپاک همین اونها هم می لرزیده. این گپ‌ها یگان اصل نداره. آدم مسلمان نجیس نمیشه برادران. هرگاهی که اگر حالت جنابت هم که باشد، او حقی با یک کس سلام کردن دارد، روی یک کس دیدن هم دارد. این چیزها را مقصد در مردم ما همین چیز بسیار سخت تاثیر خودش گذاشته، لیکن به این طریق نیست. خیلی با زنش خانه‌داری کرده است، در حالت جنابت می رود با یک آبازی که کرد از همون حالت بیرون می شود. لیکن تا آبازی کردن هم ببینید حتی حالت رمضان باشه میگه میتوند که رفته دست روش چقه کند برای که وقت ای دست نته نان و آب شا بخوره، بعدی خوردن بعد برای غسل شا کنه، یعنی با خانواده میشیند آب و نان شا میخوره. اینجا یک کس میگه قرضدار بود ولی شهید شد چون که از وبا گذشت. در همین حالت ملائکه ها رو عذاب میکنن. بله مقصد تا همون قرض اگر شهید ادا نشود، خلاص او از حساب اعمالش برادرها و خواهرای عزیز هیچ وقت مقصد خلاصی نداره. برای همین هر کسی که اگر در حالت شهید هم که شود، قرض به ذمه‌اش باشد باید قرضی او ادا شود، زیرا قرضی او بخشیده نمی شود.
قرضاشو باید حتما ادا کنید. خدا عاقبتمون به خیر کنه، ایمانمون با سلامت نگه داره و الهی مهربان بازم اخلاص یقینی ما و شما رو به سوی دین خدا زیاد گردانه و هر جا باشین خداوند در پناه رحمت و عصمتش نگهبانتون باشد. آمین یا رب العالمین.